تولید انبوه شده عرس 2 است با قابلیت‌های فراوان. این یه خودرو کاملا تاکتیکی هست، هم قابلیت حمل انواع سلاح‌های به اصطلاح ضد تانک و انواع خمپاره اندازها و انواع سلاح‌هایی که در نیروی زمینی به خاطر بالا بردن قدرت تهاجم ما به اون نیازمندیم. این خودرو الحمدلله قابلیت رو داره و از همه مهمتر قابلیت مانور در انواع محیط‌های نظامی و محیط‌های میشه گفت که عملیاتی را داره. حرکت از موانع سخت و دشوار در شرایط نامناسب عرس 2 را از نمونه‌های قبلی خود یعنی سفیر و عرس 1 متمایز کرده است. در عرس 2 افزایش 30% توان موتور و 25% شعاع عملیاتی باعث ایجاد خودروی آماده برای انواع رزم زمینی شده است. این خودرو پس از سپری شدن تست‌های عملیاتی سخت آماده الحاق به نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران شده است. مهندسان ایرانی از چند سال پیش طراحی و تولید خودروی نظامی را از اینجا کلید زدند. صنایع خودروسازی شهید شاه مرادی ابتدا سفیر را ساختند، بعد عرس، حالا هم عرس 2 تکمیل شده 2 خودروی قبلی. خودروی تاکتیکی و هجومی، انعطاف پذیر و سربلند از هر آزمایش. خودروی نظامی اما طراحیش کم نظیر. خودروی عرس 2 قابلیت حمل 1250 کیلوگرم را داره. قدرت موتور نسبت به عرس 1 50% بیشتر شده. شعاع عملیاتی خودرو از 600 کیلومتر به 750 کیلومتر رسیده و نکته مهم این که پشت کابین هر گونه تسلیحات نظامی رو میشه نصب کرد. خط تولیدش که در اصفهان روی غلطک افتاد، نیروهای مسلح خواهانش شدند. قابلیت مانور در انواع محیط‌های نظامی و محیط‌های عملیاتی را داره که توسط کارشناسان نیروی زمینی هم ارزیابی لازم صورت گرفته و خیلی مراحل بسیار سختی را این خودرو پاس کرده.